به نام خداوند جان و خیرت که از این اندیشه برتر بر نگیرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلام و درود برادران عزیز و مهربان. چند روز پیش یک نواری 1 یا 2 دقیقه را درباره یکی از ملاهای افغانستانی، ملا عبیدالله ماندیم که درباره نوروز گفت و کسی که عید نوروز را جشن میگه آنها را بدبخت، کافر و جاهل نامید. و بعد از این نوار من هم چندین نامه ها، چندین زنگ به من آمد که من باید اون نوار را پاک کنم. او به مقابل دینی مبین ماست. اما برادران عزیز، این یگان به مقابل نبود. این تماما نوار به خاطر آن بود که همون سببگاری بعضی جوانان ما بودن که به شام رفتن، سببگارشون همون ملا عبیدالله بود و همین خاطر بود، به خاطر مادر گریان آنها بود و به خاطر آن که چندین بار ما در سامانه های فیسبوک و ادنکلاس که نوشتیم، نام یزدان مرا تحقیق کردن که تو خدای زردشتی را گرفتی. وقتی گفتم این از کجا گرفتید، اونا گفتن که فلان مولای افغانستانی گفت. برادران عزیز، من هم خدای خود را، الله را میدانم، گرچند که خدای زردشتیان اهورامزدا بود و چندین نام هایی که صفات های او ماندند، با مانندی که در اسلام 99 صفت داشت و در دین کهن ما 101 از آن جمله خدا، خداوند، یزدان، کردگار، آفریدگار و اینها را تنها خدا میدانم و خدای خود را الله میدانم. باز تکرار میکنم. اما برادران، من گفتنیم که من او را تحقیر نکردم. شما بگید که ویدیو را پاک کن. اما برادرانی که تهدید یعنی اغراض دارید، این کانال ما، سامانه ما، تنها اگر امکانیت باشد ویدیوها کم کم درباره مدنیت، فرهنگ و زبان کم کم میمونیم و با دین ما همچون خود را مسلمان زاده میگیریم و بسیار و کمترک شوخی ها داریم. مثلا در این نوار در جهان به دوست بودن مشکل است.